تا حالا فکر کردین عکسی که میفرستین خودش یه ریسک امنیتیه؟ بیاین با هم بررسیش کنیم. ما هر روز کلی عکس میگیریم، ولی آیا واقعاً اونقدر که فکر میکنیم بی خطرن؟ آخه هر عکس فقط یه تصویر ساده نیست، یه جورایی بسته پر از اطلاعات پنهان شماست. خب بریم سراغ بزرگترین ترس. یعنی فقط با دیدن یه عکس ممکنه گوشیمون هک بشه؟ ببینید خود فایل عکس معمولاً خطرناک نیست. خطر اصلی اون چیزاییه که همراهش میاد. پس در واقع عکس فقط یه تومه است. خطر اصلی کاریه که شما بعد از دیدنش میکنین. حالا بیایم بریم سراغ داده‌های نامرئی که با هر عکس جابجا میشن. یعنی متادیتا. این داده‌ها بدون اینکه بدونید میتونن یه پروفایل دقیق از زندگی شما درست کنن. و اینجاست که اطلاعات بظاهر بی‌ضرر تبدیل به یه ریسک بزرگ برای باجگیری میشن. حواستون باشه، روش ارسال عکس خیلی مهمه. مثلا فرستادن به عنوان فایل همه چی رو لو میده. اما خطر فقط متادیتا نیست. کلاهبردارا از خود عکس هم خیلی هوشمندانه استفاده میکنن. این یه روش کلاسیک فیشینگه. شما رو وسوسه میکنن تا روی یه لینک مخرب کلیک کنین. و خطر فقط لینک نیست. گاهی خود فایل ها تله هستن. مثلا یه ویروس در لباس عکس. حتی یه عکس کاملا سالم هم میتونه ناخواسته اطلاعات حساس شما رو از پس زمینش لو بده. خب، حالا چطور از خودمون محافظت کنیم؟ خبر خوب اینه که چند تا قانون ساده وجود داره. این 6 تا قانون طلایی سپر دفاعی شما در برابر این خطرات هستن. بریم ببینیم چیان. قانون دوم خیلی مهمه. هرگز با فرستادن عکس مدارک هویتتون رو ثابت نکنین. این کار خیلی خطرناکه. اگه پیامی شما رو ترسوند یا مجبور به عجله کرد، شک کنین. این یه زنگ خطر کلاهبرداریه. حالا اگه اشتباهی کردین و روی یه چیز مشکوک کلیک کردین، چیکار باید بکنین؟ این قدم‌ها رو یادتون باشه. اینجا سرعت عمل شما خسارت رو به حداقل میرسونه. پس یادتون باشه، امنیت شما بیشتر به تصمیم‌های خودتون بستگی داره تا به هک‌های پیچیده. این چکلیست ساده رو همیشه تو ذهن داشته باشین. اینا قوی‌ترین سپر دفاعی شما هستن. خب، اولین تصمیم شما برای امن‌تر شدن از همین الان چیه؟ بهش فکر کنین و مراقب باشین.